دیگه داخل یگان چیزکا است که انشالله بعداً براتون معرفی خواهد کردیم. در بخش رنگارنگ میخواهیم که جای مقبول و زیبا و موضوعات مختلف کوتاه بر شما در یک بخش تقریبا چندین موضوع را براتون بیان کنیم. دیگه فعلا اینجا وطن دوست صاحب هم کمره را گرفتم، میگه بیادر تو انونس چینل سرزمین مرا میتی یا بیادر از افغان فنی پرنگ از کمره مخفی را. خب بردوش گپ میزنیم دیگه. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستای عزیز. ما در پارک شهر هستیم. این اینجا با هماهنگی یکی از دوستای صمیم جان قانی که آوازخوان محبوب و مطرح و جوان ماست دیگه، از تقریبا از 10 بجه که استاد هستیم، حالا تقریبا 11 یا 12 دقیقه به 12 مونده منتظر هستیم. بعد از او اگر موفق شدیم سرش با سوژه را براتون معرفی خواهد کردیم. دیگه ما منتظر می باشیم تا اینکه اونا بیاین و برنامه را خدمت شما تقدیم کنیم. شما این بخش ببینین. اگر میخواین از بهترین کمرهای مخفی افغانی لذت ببرین، صفحه ما را لایک کنین، سابسکرایب کنین، کامنت روان کنین. ما در خدمت شما. ناگفته نباید گذاشت که ما یک چینل دیگه هم داریم به نام سرزمین من که موضوعات مختلفه، البته کسای کمک و یاری میکنن وطنای عزیز ما را برنامه داریم. جای تاریخی را میخوایم معرفی کنیم. یک بخشی که بسیار جالب است برای خود ما و بر شما هم شاید جالب باشه به نام رنگارنگ موضوعات مختلفه. در یک برنامه 10 دقیقه‌ای یا 15 دقیقه‌ای میخوایم در 20 موضوع مختلف 1 دقیقه 30 ثانیه بر شما تقدیم کنیم. او چینل ما را لایک کنین، سابسکرایب کنین، کامنت کنین. ما در خدمت شما هستیم. دیگه فعلا منتظر می باشیم که دوست ما آمد کمره مخفی را خدمت شما تقدیم خواهد کردیم. شما و کمره مخفی. جان جور سعادت خوب، کجا هستی بیادر؟ چند دفعه دفترت آمدیم هیچ گیرت نمیکنیم. هستیم والا. خوب هستی فامیلا دوستا همه جا؟ تو بیادر جن گشتی و ما بسم الله. کجا هستی بیادر؟ من در اینمی پارک شهر هستم. اینجا یک موضوع مهم بود، چند دکان دفتر آمدیم بیادر، بچه ها بود گفت خودش نمی باشه و تلفن هایتان بیادر گای گل و گای روشن دیگه. حالا زنگ زدم تم باشه اگر در این نزدیکا باشی که یک دفعه ببینم تا کجا تشریف داری. خیرتی خواهی هست نظری شد؟ والا خیرت هست. همت یک موضوع خاص بود گفتم باشه یک دفعه ببینم تا اگر زحمت نمیشه. این اینجا آمدیم. این پارک شهر هستم من. خب خیلی دفترم بیاین باز انشاءالله صحبت میکنم. درست است؟ دفتر خوالا نمیشه او طرف همی از دفتر تا آمدم بچه ها گفت طرف شهر رفته، نمیفهم که حالا در کدام موقعیت هستی. نه من دی افغانان هستم فعلا. همینجا یک ذره کار داشتم. من دی افغانان هستم فعلا. خب بیا دیگه همت یک قدم رنجک و موتر اگه از پیشت بیا اگه نیست من موتر گرفتم میایم این همیشه کم. موتر هست. خودت کجا هستی؟ من در پارک شهر هستم. همی طرف گازکا که از دینیم پایین همی خانه وحشت میگن چی میگن. اگه آمدی داخل پارک همینجا باز من منتظرت هستم. یک لطف اگه کنی، یک موضوع بسیار جدی است دیگه. انشالله خیر باشه دیگه، کنم مشکل نیست. خیرت خواهد انشالله. خیرت. بیا یک دفعه باز از نزدیک گپ میزنیم. بخیر باشی. تشکر بیادر. این دوستا عزیز رفیقی و اندیوالی خود اگه داره دیگه. اگر آدم به گفت دوست و رفیق اندیوال نکنه باز به دردم نمیخوره. گفت در سایه من رئیستم دی افغانان دیگه. ما منتظر صمیم جان خانی هستیم که بیاین و سوجر هم نمیفهم وطن دوست صاحب بگویم میامت مستقیم باز بریم سرش. بانمشه برو شما خیلی ببینین دیگه انشاءالله یک چیز جالب و یک چیز نو است. ما در خدمت شما هستیم، منتظر می باشیم ببینیم 10 دقیقه بعد 20 دقیقه بعد 1 ساعت بعد هر وقت که رسیدم.
سلامت باشید. بخیر. بگی 1000 تا بگی که ما هم در شکار یک نفر هستیم. کارتم خیلی دوست دارم. نفر بیا بخیر که با خیلی موفق هستیم. با عزت باشی. ما در خدمت هستیم. قربان میکنم. خداوند همیشه موفق کنه. با عزت باش. خوش شدیم. زنده باش. چی کنیم دیگه خو؟ انتظارم بد چیز است. بله. سلام علیکم برادر جور هستین صحتمند؟ سلامت باشین. ما پیش همی دروازه پارک شهر هستم. خودتان به کدام قسمت هستین؟ خب قانع صاحب تو هستی تا شماره خطرناک زنگ میزنی آدم هم میترسانی. حتم از کدام وزارت زنگ زده که قربانت ما را گفتی بیا ما گفتم باش که گفتی کار عاجل دارم تا آمدم. دم دروازه داخل شدی همی طرف چی بیا همی خانه وحشت پرسان که چم شاید آمده باشی طرفا. درست است ما پیدا میکنم. که آمدی داخل از همی گازا پایین تر همیجا خانه وحشت همی پارک ششتیم. درست. بخیر بی. دوستا عزیز فکر کنم که آمدن برو بچه خدا گوشک کو دیگه. بخیر. سلام علیکم برادر. سلام. جان دور صحتمند خیر خانه قرار است تکلیف صحتمند خیر بخیر جان تانجور خیر خیرتی است. والا دیگه مت یک گپ بود دم دو سه روز سیال دار رفتیم ما بیخی ور خطا شدم مردم خیرت بود. والا دم دو سه روز آمدیم همینجا صحیح بشینیم. درست است همینجا بیا. نه همینجا صحیح یک 5 دقیقه گپ میزنیم یک ذره هفته و ماست. دیر منتظرم دیگه راههای ما و شما هم دیدی که چقدر ازدحام زیاد بود. خوب شد بخیر. خدا بخشه خوب شد که آمدی بیادر میگه پا ما را در زمین ننداختیم تون باش که همینجا دو سه روز آمدم دفتر. مسعود جان گفتم تو خی ور خطا شدم. گفتی 3 بار دفتر رفتیم ما تو مدمن که موضوع مهم است. والا یک موضوع بود دیگه میالم زنگ آمده رایی بود ما گفتم باش که خودت امیر گپ دیم کدام محفل دی ستاره شهر داری دی شوا. والا از ما خو محفلا هست ما شوا است. کجا است؟ فردا شب ستاره شهر محفل. با مخاطر بیادر چون وقت کم بود ما این یک هفته پیش خبر شده بودم باز دو سه روز آمدم دفتر بچه ها گفت خانه صاحب نمی باشه. شماست نظری صاحب؟ نه دمون باره میخواستم که البته از خودت است که معلومات داری اوتلا نه؟ نه تو معلومات باید داشته باشم من اصل لگه بیادرم از خود است دیگه جان خانه برادرم است دیگه دوستام دیگه اونم دیدنش کلمه آهنگای این نه چهرهش آشناست دیگه من کمک دمی شوا نارم خواه هستم دیگه قدر فکرم کار نمیکنه گفتم باش شما را مزاحمت کردم بیادر دمون محفل هم یادمه که بچه همی دختر گرفته 1-3 سال کدام دختر ما آشنا بودم و بعد دوست شدیم و فامیل روان کرد همین محفل والای خود سبا شوکه است نه اونمو آدم بیادر پدرش کم پیسه دار بوده تو نره بلند گفته اگر نه ما فامیل روان کردیم تا اگر قبول هم کرده بوده بسیار دیگه نمیفهم پدر از قمارباز از چی رقم پیسه دوست است بیادر یک چند روپیه اضافه داده بیادر اون تو نره دختر پدرش قبول کرد. نال آمدیم سرازی که بیادر و بچه را ما چند دفعه عذرش کردم که دیگه تو نری بیادر پشته می آدم خواستگار ما می آدم خوش دارم. خب نه والا تو خوش داری ما خوش دارم والا که 10 میلیون من برا میگیرمش. نال او آدم 6 ماه پیش گرفت نال ما خبر شدم کاروسی شد همسایه ما سو بچه. دیگه دخترم نزدیک ماست. ما گفتم تو نمیشه که سبا شو بخیر یک سه آهنگ خواندی اگر و دیر پارتی بگال انتاری اومد یا بام بیادر بام باز زیر چی استیج یعنی محفل از گارد وارد شوا که نه خب محفل خوشی دوستانه باشه مصرف میکنه چقدر حواس خاطر ما و در علما شما را تا اینجا خواستم به خاطر این اول نظری سای ما خودت اینجا کامرا ممنون نه او گپ نه موضوع شخصی ما سو بدار ما به مو خاطر نامدم دفتر اونجا که بیایی 4 نفر و نرمند دیگه هم از کلگی میگه والا برنامه و مخاطر همینجا گوشه تلبیست متینه میره تو یک لطف کو خیر از بیادرم پیسه محفل هم هرچه که میشه امورم سرما پرتو
نوازندار میتی یار میتی از خودت سرت زور دارم. امی مادیاتی گپا مهم نیست، فقط امی یک شاو که یک نفر عروسیش می باشه چقدر خوشحال می باشه، بای کوبی می باشه، رقص می باشه، انتظار میکشه که موشو بیا یکم محفل بخیر تیر شود. حالا ما هم دمی انتظار بودم و بدر حالا ما گپ را به من میگی که محفل اخلال کنم که اونجا کل میمونا برن. ایم یک صدا کدم مایک بگو بیادر زیر چی بگو مشکوک است با ما را کنم چی. محفل خودم یک کار شو چی. اصلا نه دیگه تو نکنین حالا ما از خودت مثلا اگر همون کسی را که دوست داشتی میتونی خواستگاری بری همون کار رفتیم خوی به وجدانا بیادر سر ما 5 لک تویانه موند 10 لک را پر پیش که تو پدر از وام قمارباز از دختر و بیا بیادر 5 چی میکنی در بگی در اگر فینال بیادر من خبر شدم که صبا شواروسی از آدم از ستاره شرم هستم بیا پیش فامیلی دیگه ما گفتن نمیتونیم. نه شما برین پیسه تان مثلا بوک کردین صحیح است بیانه گرفتین همونجا رفتین مهمی است که چقدر یک محفل کمیاشت شو نان بسیار گناه کلان است که یک محفل خوشی رو بگیری تو بغل خود شما در دفتر بوک کرده محفل عوام دوستا حالا از خاطر من نمیکنین او بیادر اندیوال دوست رفیق بچی است دیگه سر ما صدا گفت یک کار تو میگی که هیچ امکان نداره این کار میشه خیر است یک ده خیر 5-6 آهنگ که خواندی یک دفعه بگو بیادر کمیل کامران نباشه مگم نه او بیادر کامران تو خبر شده که ستاره شد او بیادر میگم بچه همسایه ما دختر مرا زنگ زد گفت که نه دیگه از موضوع خلاص است صبا شو عروسی مد ما گفتم برو بچه را مختار دادم در تلفن در کوچام دیدمش ما موتر بر گلپوش میبرد چی میبرد تو ملاقه بیادر از پیش محفل خوشی را ببین ما کار چی چرت زدم دیگه کار نمیشه گفتم برو بیادر خصومت داری که از وای نال نمیشه که من محفل از رو خراب کنم میگم این تاری اومد دفعه نمیگه بزنم کلی میخزم میرم خب بان که بگرزه گدوادی شو بیادر عروس یک طرف برش کلان است که یک محفل خوشی میگیری بغم تبدیل میکنی بسیار گناه کلان است ما میال پیش خود اینو گفتم تو مالا قانع شو بین تا اینجا گفت که ما میایم یک لطف کد رفیق هستن دیوال از دیگه یک کاره که تو نتونی خو نمیشه نظری صاحب هر کار خدمت باشه مقصد یک کار خودت میگی که بیخی ناشد است هیچ امکان نداره که من این کار کنم اونموجا خیلی که رفتیم لاسپیکرها و یاره بسوزان یک رقم سوختم باز هم رقم میشم محفل پرچاو میشم امو رقم هم میرقم حالا یک صدا کدم ما یک تام نکو یک لالای تبته صدا کنم بگه بیادر میگه کنتاری آمد کلگی مگرزه بیادر محفل گرد وقت میشه دختر او طرف خانه خود میره او طرف خانه خود بچه هم بیادر گفت آمد خراب میشه نظری صاحب ما دیگه مرا اجازه بدی خیمه برم منتون کدام چی موضوع است که مرا نه خالی کلان موضوع سو در مسئله حیات زندگی خصومت داری رو خودت حل کو خصومت تا خودت حل کو ان شاء الله رسید اگر میشه باز ما در خدمت هستم نه خمیر دوست داشتم و بیادر حال یک آدم دوست داشته باشی که یک آدم دیگه بیا آدم دوست داری من محفل مردم خراب کنم اما قبول بگو حالا که بیادر اینو تو یک مسئله است یک گدوادی را پرتو ها همین کار خودت کن نه میمانان مرا اونجا بیادر مرا اونجا میمانن تر والا باز مایک که نباشه که صدا صحیح میره فقط خوشت که محفل مردم خراب شد نظری صاحب من تو را گپ میزنم تو خوشی اگه وطن تا دیده نمیتونی و بیادر رو رقیبم از قربانت شم خودت خصومت داری که قط از او یک نحوه دیگه مورال کو بیادر نمیشه حالا ما کار چی از خانه سفتر والا کمی کار نمیکنی هیچ خودت نگو هارمونیا چی را بگو تبله چی را بگو صدا کنه اصلا نمیخوام تو خودت ببین چی گپ میزنی که محفل مردم خراب کن من گفتم چی موضوع است که تو 3 بار دفتر رفتی از من کدام موضوع مهم وقت کم از صبا شواروسی سگه تو را من نمیگفتم چی نظری صاحب من میرم کار دارم من سودا میخرم کار دارم خودت مرا زنگ زدی این مشکل تا خودت نمیشه حالا شما در محفل هستین یا نه در ستاره شهر صبا شو نه مسئله بخیز نیست حالا ما زنگ زدم اندیوال گفته 20 دفعه سر صدا کردیم تو بیاد محفل بیادر بخوان آمدی حالا ما کار نیک باشه ما داخل یک کاری است که یک جوان چقدر زحمت میکشه مسافر میشه نامزاد میمونه چقدر هوس ارمان داره که یک شب بخیر تیر شود تو هم یک شب از رو میگیری سر ما خراب میکنی فایده حال ما واسه ارمان ندارم دختر از پیش ما بردم این کار خودت می خصومت حل میکنی این کار پیش حل میکنی نشد روزی که ما بیادر رفتیم
کدام جای ادیم بیادر میمونی گشته که آمدیم که مردم وقت شیرینی را گرفت. سردار جان ما را اجازه بدیم، من میرم کار دارم. نه مسئله اجازه نیست، نمی کار باید کنی برای ما. در غیر از او دیگه باز از سلام علیکی نه شماره تا ممیل اگر به می خاطر سلام علیکی را قطع میکنی قطع کن. ما نمیخوایم یک جوان ما که صدها آرزو داره آرزوی از خراب کنیم. محفل خوشی باشه، ما در خدمت هستم. دیگه کار خدمت باشه در خدمت، اما یک کار شر به من نکن که من یک کار شر سر. حال تو صدا نکو یک کس دیگه را بگو تبلچی آرمنچی را بگو یک صدا کالا کنتاری اومد کلا بنام ما یاد میشه لالا خود ارکستر بنام ما سونم خراب میشه، محفل یک جوان خراب میشه. دیگه خوش شدم از دیدن چیز خدمت از خیر باشی. نه بیادر همی کار خبر مکو این لالای تا بگو خیر ما میریم. خیر خودت می کار کل کاری چیز کار باشه فعلا با ما. او بیادر ماس کجا تلبیستم نه مثلا خواهش میکنم دیگه کار باشه ما در خدمت. در غیر از سردار جان محفل خوشی باشه امکان نداره. اما یک کاری است که گفتم یک جوان چقدر زحمت میکشه، چقدر ما پیش خود چقدر چی کردم گفتم والله نقانه صاحب در یک زنگ ما اومد تا پارک شهر ما چی خبر که تو بر با عزت باشی کشونیت نمیده تا میجا آمدیم با عزت باشی. اما ما یک کار خیر است که یک کار خیر باشه که خیری ببینید. یک کار به ما میگی که تو محفل خراب کن، آرزوی آرمان یک جوان خراب میشه. باشه نه مال زنگ شما. من رفتم سردار جان من میرم. نه بچه را زنگ میزنم من میگم والا بیادر از پیش محفل خوشی را تیر کنی. مشکل ما قسم خوردیم قسم مرا تو در زمین میزنی و بیادر. مشکل خودت است سعی کن خنده بیادر. مشکل خودت است که هر کار که از داری مقصد من نمیتونم محفل یک جا. آبروی مرا چرا پیش این بچه میبری تو بیادر؟ تو خوش هستی که موجه محفل مردم خراب کنیم؟ مردم یک شب خوشی میکنن. همون پیسه که میگرده خیر سر شما خو مزور هستم. گپ پیسه نیست خو هم پیسه ما به تو میتونم گپ نزن. نه خو اگه میگن که نوازنده پول میخواه او را خیرت میتیم ما سر شما زور هستم مگم همی کار چرا نمیکنین برای ما بیاده امکان میداشت ما برد میکنم. یک دو آهنگ بخونین خیر همین نوی شوک شد یک دو گدوادی را کمی چی را خو نکنن نمصاف خو نکنن او بیادر همی شامد و شامد خو نکنن. بیادر ما چرا رقم تو را قناعت بودم سعی که بیادر یک جوان آرزو داره چقدر مسافری تیر میکنه در ملک بیگانه میره کار میکنه آرزو داره که یک شب عروسی کنه. باز تو تقاضای ضمیر از ما داری که من عروسی از رو خراب کنم. در وقت نکاح نمیشه که اگر هیچ امکان نداره. سردار جان خداحافظ خوش شدم از دیدن ما باید برم. نه کجا میری خانه سودا میخرم مهم است 3 بار 4 بار تو میگی ما دفتر رفتیم من میگم خیرت باشه در گوشی هم برد. اون با خود معلومه که ما دفترم نمیباشیم. ما 20 دفعه اومدم اونجا بیادر 3 روز است که میم امروز هم آمدم گفت رفتن مچه منډه‌ای سودا میگیرن چی حالا ما تم برو اینجا در پارک شهر آمدیم بیادر از دست چرت فکر بیادر هیچ خانم نرفتیم. کار باشه فعلا با ما با عزت باشه می کار کنین خیر است. کار هیچ امکان نداره. شما فکر میکنین که نه خدای نخواسته ما سر شما کدام کامره مخفی دارم مگه میگه پیش نیست. خب حالا ما گفتی هتل خبر دارم بخی فهمیدم گپ تو خیلی حقیقت از هتل چرا کم خبر شوی تو فهمیدم که بیادر نه کامره نیست این گپا نیست. همسایه ما روسیش است مو بچه نامش اشمت است نه چیز اشمت نمیفهمم دنبل نوشته است. دنبل نامش اشمت است. او دخترم یک سه کوچه او طرفتر کرده ما بیادر همسایه است. کارتا را روان کرد بر همسایه ما بر ما کارت هم روان کرد. سردار جان سعی کن وقت خودت هم نمیگیرم وقت خودم هم نمیخوایم ضایع شوم. این کار ناشد است. کار که ناشد باشه هیچ امکانش نیست. چرا اینجا یک ساعت دیگه هم گپ بزنیم بیفایده. یک ساعت کوشش کن تو بیادر نمیشه امکان نداره چیزی که امکان نداشته باشم هیچ چرا کم او انجام بدم. تو بو کدی محفل برو خیر یک چند تا بخون کمی گپ از اون نشه که بیادر هنرمند گدودی کرد. فهمیدی نصف شو شد 9 بجه بدون میگدوری نمیخوایم موضوع یک جوان آمد خراب کنم. در می وقت نان خو میشه که یک سر صدا را پارتیو بده. 10 دقیقه به خاطر محفلم که با نمیکاره نمیکنم. تو به از خاطر ما قربان از خاطر خودت یک کار خیر بگم. یک کار خیر. حالی کار خیر نیست که دختر بیادر نفر مفت از پیش ما 3 سال قدمت دوست بود. خودت خصومت داری قند بیادر. امور خود پیش از اینمی کار حل میکردی. حالو رو ما اختار دادم تو مالا محفلت خراب نکنم مگه بانو ما دیگه کسا نیافتم. اختار بیتی مردم نتی اختار. با خصومت داری خودت حل کنم خصومت. بان ما رو بریم. نه تو میگی سخت است که یک مایک بگیری بگی دوست. بسیار با ما سخت تمام میشه که نمیاد. یک صدا کنی بیادر کالا که تاری اومد یا حالا که بیادر بام. چرا دوستم پریشان شوا؟ ها؟
هنرمند باید در لبای مردم خنده را جوری کنه، رنج کشیده یک شو خوشی میباشم و خوشیش هم از روی از اونا بگیریم. چی دو دنیا ما چیز جواب بتم. میگم مردم نان خدا بخوره دیگه، خدا دمی وقت مصرف همون نفر میشه نمیشه، محفل مردم خراب میشه. بند بیادر ما میریم که کار داریم. خوش شدم از دیدن. نه خیمه چی کنم من تو هم راه حل برای ما بگو. برای ما دور اینجا بگویم تو قناعت نمیکنی، تا صبحم که برات بگویم قناعت نمیکنی. خیمه چی رقم کنم؟ ما بیادر من تو را زنگ زدم محفل تا خبر دارم یا ندارم که دینی هتل از دینی هتل خبر داری، گپ تو صحیح است. من میگم که نه کامراز نه دیگه، خب هتل خبر داری محفل، اما می کار از پیش من نمیشه که محفل یک جوان خراب کنم. خیلی چی رقم کنم که دیگه خودت میفهمی. والا دلای ما میکفه که عروس ده و کوچه بیاره او بیادر. سردار جان نصیب قسمت نبوده. ان شاء الله کسی دیگر را پیدا کن، عروسی کو بخیر ان شاء الله. ما در خدمتت. حالا ما گفتم من یک چرایی را بگیریم دادان کوچه استاد شم که عروس آورد دیم باز جنجال میشه. کارو نکن. حالا باز یک جنجال کلام جور میشه. با اجازه میرم. کجا میرین قربان چم مشکل مرا حل کو. ساختی یک موضوعی را میگی بیشتر من برات گفت تا صبحم که نمیشه بشینیم این موضوع چون کار نداره. چیزی که امکان نداشته باشه چرا خم بازور سر ما میقبولونی؟ یک کس دیگه نیست که برش بفهمونی. بوده کار خودت دیگه کار کردن نمیتونی. کار که میکنی مقصد ما را نمیمونه. بچهای کاکای ما میشناسم نزدیک هتل ببینم میگه یا بیسوری میکنه. خودت ارتباط دار با ما ارتباط. من رفتم سردار جان، خداحافظ، خوش شدم از دیدنت. کجا میرین؟ میرم سودا میخرم. بعد دو بار زنگ زدی گفتی 3 بار دفتر رفتیم. من کدام موضوع مهم است؟ یعنی شما ماندهی بودین؟ جانم ما دفتر بودم اونجا رفتم همی لیست شما را دیدم گفت 2-3 هتل یا محفل دارن. یکی تاج گفت، یکی هم ستاره شهر دیگه. به مون خاطر ما تا اینجا زحمت دادم و دوستا گفت که نزدیک شهر است. به مون خاطر ما آمدم در پارک شهر. اونجا کمره مخفی همراه چوخی داشتیم. خدا کنه که بیادر از پیش ما بیادر خفه نشده باشی، بیادر بخیر باشی. تو بیا این طرف بیا برای دوستا یک سلام تقدیم کو و بگو. اول کامدم شک کردم گفتم شاید کدام دوربین مخفی باشه، اما از اینکه خودت تاریخای ما را بلد بودی کلش گفتی من نه من اطلاع گرفته بودم از دفتر دیگه توایی فایر نکردیم. سلام تقدیم کو و دوستا را کسایی که ما را بیننده هستند دیگه نه صمیم جان خانه را پیام کرده بودن که بگیرین در کمره مخفی تان. از این که آشنای ما دوست رفیق نزدیکم است دیگه نمیشد که غیر مستقیم بریم. تو یک موضوع را برش گرفتیم که کجا بریم. خب مرا چی در گردن تو بده ما را بال در گفت زدن ما دیگه. این امروز گیرش کردیم. خدا کنه که از ما زرده نشده باشه و یک موضوعی که ادرای حل نداشت. میشه سلام تقدیم کنیم. سردار جان عزیز، سلام خدمت تمام دوستایی که ما را از دوربین مخفی تماشا دارن. امیدوارم هر جایی که هستن صحت سلامت باشن. بخیر و خدا کنه لحظاتی که با اون خوشایند تمام شده باشن، اما ما را کمک حوصله‌شان سر رفته بود. تشکر از شما. من همیشه میگفتم که من یک دوربین برابر نشم، اما اولم کامدم خودت دیدم شک کردم به خاطر از اینکه سردار جان همین تاریخ کار ما را کرد. همین تاریخ باز من یک ذره پس دور ساخت از اون موضوع. خب به خاطر سرور و شادمانی دوستای ما، علاقمندای ما بسیار کار خوب شد و با چند لحظه که لبخند در لبایشان باشه بسیار کلام گپ است. با اجازت باشه میشه که شما سلام و ادب دارم خدمت بیننده‌های عزیز که ما را طریق کمره مخفی تماشا میکنن. هر جا باشن جور سلامت باشن. سلامت باشی بخیر. مگم تا یک دفعه در میلا اسپیکر یک صدا نکردی که میگه اگه محفل خودت باشه چی میکنی؟ ما جام ماندم تو ما والا اگه کس دیگه تکنه خو که چرایی نکدم ساتول باتول دگیرم به والا از پیشم زنده بره. سلامت باشی بخیر باشی. دوستا عزیز، خانه صاحب خیال رفتنی از فکر کنم سودا میگیره. انشالله روزای بعد بخش مجراییش که شمانگی میکنیم یک جای را ست کنن که دوستای دیگه باز یک 3-4 پارچه آهنگ سرشان میخوانیم. قصدار ما باشن. صحیح تا دیدار دوباره. خداوند یار مددگارتانی بود. کمره مخفی ما بالای صمیم جان قانع دوست نزدیک ما، یکی از آوازخوانای مطرح و جوان کشور ما که همیشه استایلای مقبول و زیبا میزنن. یگان استایلای شما میخوایم از این باد کاپی کنم. خداوند یار مددگارتان تمام تان دوست داریم. زنده باد افغانستان.